فرمود بابا منو خجالت زده نکن بابا، تا تو باشی من نمیتونم برم. گفت آخه علی از تو نمیتونم دل بکنم علی. آه لیلا از طریق بوسه ها شد نقاب چهره آن محلقا. اونقدر بوسه زد تا نقاب رو صورتش گرفت. اکبر آمد میدان با شتاب، کرد خواهش از پدر یک جرعه آب. پیر خماران و دردیوش مست از حسین و اکبرش مقصود هم. این من خودم دیدم، خدا قسم. یه مردی بود تو تهران، یکی از رفاقا دیده بود که دیدم نصف شب تو کوچه خودش هی این ور میره این ور میره، درا رو میزنه میگه خونه من اینجاست. رفتم گفتم حاجی چرا اینجوری شدی تو؟ گفت نمیدونی 2 روز پسرم مرده. 2 روزه. وای زینب زینب زینب. وقتی سید الشهدا علی اکبر آورد جلوی خیمه ها، حالا من نمیگم به چه صورتی، تا آخر عمرم نمیگم، چرا 7 قدم مونده افتاد به پایین نمیگم، بزرگاشم نگفتم. پهن کرد لا اله الا الله. همه اومدن، سید شهداست امامه. یه دفعه گفت زینب پس لیلا کجا؟ خدا میخوام زمزمه کنیم. ببین میخوام دست بیاری بالا، به نیابت ام لیلا بگی ولدی ولدی. الحمدلله بی داده منت شمال بیدی. اینا هم که من میگم کاملا مختله، اما اونا مختل نخوندن گیر میدن. دیدن علی اومد، ام لیلا گفتن ام لیلا کجاست؟ گفتن آقا تو خیمه قش کرده مادرش. فرمود برین زیر بازاشو بگیرین بیارین برا مادر گریه کنه. ام لیلا رو کشان آوردن تا رسید نرفت طرف سر، دیدن هی دستش اینجوری میکنه. لیلا چته؟ گفت آقا چشمام دیگه جایی نمیبینه آقا. بالا 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 بالا